مسئولان وزارت صحت آمد در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با ادویه ضد میکروب توصیه کردند که از استفاده خودسرانه دواهای آنتی بیوتیک خودداری شود و دکتران به مریضان بیشتر از 7 روز از این دواها را تجویز نکند. رئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت آمد در مراسمی که به همین مناسبت در وزارت صحت آمد تجلیل به عمل آمده بود گفت برای نخستین بار دواهای ضد میکروب بین سالهای 1917 و 1928 میلادی کشف شده، اما افزود که هر قدر از این دواها استفاده شود میکروب ها در برابر آن مقاوم می شود. دکتر وحدت تصریح کرد که این مشکل بیشتر در افغانستان وجود دارد و به ویژه در دهات و ولایت‌هایی که سطح آگاهی کمتر است و استفاده این دواها بیشتر زیاد است که در نتیجه مقاومت میکروب‌ها بلندتر شده و حتی باعث افزایش مرگ و میر می شود. خلک په هغه لیول باندې چې باید خبر شي او د انټي میکروبیل ريزिस्ټانټ هغه ناخوالي چې د دې نه پیدا کیږي د هغې په باره کې دوی ته معلومات او آگاهي ورکړل شي. بده مرغه تر اوسه پورې نه ده ورکړل شوې او هغه د دې سبب شوی چې خلک په خپل سر باندې دواګانې استعمالوي او دا دواګانې استعمال د دې سبب شوی دی چې د زموږ ستاسو په هیواد کې د انټي میکروبیل د ريزिस्ټانټ واقعیت ممکن د نور نړۍ په نسبت زیات. در همین حال آمر بهبود کیفیت مسئولیت مریضان طب معالجوی وزارت صحت عامه گفت که استفاده بی‌رویه دواهای ضد میکروب مشکل عمده قرن فعلی به شمار می رود و استفاده خودسرانه دواهای ضد میکروب را عمل نادرست خوانده افزود که استفاده خودسرانه این دواها سبب می شود که میکروب ها در مقابل آن مقاومت حاصل کند، زیرا برخی مردم آن را به طور درست استفاده نمی کند. اگر ما وقایع انتانه مراعات نکنیم باعث از این میشه که ما به مقابل میکروب ها مقاومت دواهای که میکروب ها را از بین میبرن مقاومت پیدا میکنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه ما یک نوع میکروب داریم در وجود ما برش آنتی بیوتیک شروع میکنیم. این آنتی بیوتیک خواهی نخواهی دکتر صاحبا یا که هستن یا بعضی همکارای ما که هستن این را خودشان نگرفتن، یعنی نسخه ندادن، گرفتن از معاینه خانه. برشون گفتم مثلا ما ریزش دارم یا اینی چی دارم، تکلیف دارم، برای ما دوا را از روی میز برشون میتن، یعنی به نقصه نیستن. او میکروبش که هستن میکروب ویروسی هستن، یکی ویروس هستن که هیچ دوای آنتی بیوتیک برش کار نمیکنه. از اون خاطر هستن که روز به روز این مقاومت ها زیاد شده میره، آنتی بیوتیک شروع میکنن و بالاخره یک روز میگیره یا 2 روز میگیره دوباره او را قطع میکنن. یعنی شروع کردنش هم مناسب نبوده و قطع کردنش هم مناسب نبوده که دفتن قطع شدن و مقابل از چی میکنن مقاومت نشان میدن. قابل تذکر است از روز جهانی مبارزه با ادویه ضد میکروب همه ساله از تاریخ 18 تا 24 نوامبر در اکثر کشورهای جهان تجلیل به عمل می آید. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق